درود، صبح همه شما بخیر. سپاسگزارم از وزارت دولت در امور صلح به خاطر برگزاری این برنامه. جنگ 72 ملت هم را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت رای افسانه زدن. در این شکی نیست که روح ادبیات صلح است، اما ما چگونه ادبیات تولید میکنیم و چگونه ادبیات را ترویج میکنیم. از این لحاظ ما نگاه میکنیم که چی چالش های سر راه ادبیات هست. یکی از چالش ها تفکر اجتماعی هست و دیگر در درون این تفکر اجتماعی سنتی افغانستان، به صورت اخص تفکر افراطی. یکی از ویژگی های هنر امروز از جمله ادبیات و شعر آزادی است. یعنی وظیفه اصلی ادبیات این نیست که کسی را دعوت به صلح کنه و نه وظیفه‌اش است که کسی را از جنگ نهی کنه. در واقع سرشت ادبیات این است که از هر بند آزاد باشه، از بند سیاست، اقتصاد، اخلاق و ایدئولوژی. اما هر یک از اینها میتونه به گونه‌ای در تولید ادبی اثرگذار باشه. یعنی اینکه آفرینشگر ادبی بنشیند و قصدش این باشد که اقتصاد یا اخلاق بازتاب دهد نیست، اما میتونه از لازمه های ادبیات پنداشته باشه. در واقع تولید ادبیات توجه به خلق زیبایی داره. انسان زیبا پسند است. اینجاست که میگوییم هرچند وظیفه مستقیم ادبیات تبلیغ صلح نیست، اما وظیفهش تولید زیبایی هست. اینجا عرض کنم که هنوز بحث درازدامن است که آیا زیبایی ذات هنر است یا میتونه از لازمه های هنر باشه. پاسخ هرچی باشد میگوین خب تولید زیبایی به صورت طبیعی به تبع تولید ادبی خلق میشه. خب اگر جنگ را پدیده زشت بدانیم، معنایش این است که وقتی ما میل به زیبایی میکنیم، معنیش این است که پرهیز میکنیم از جنگ که از پدیده‌های زشت است. به این ترتیب میبینیم که تولید هر اثر ادبی که زیبایی رو به دنبال داره، خواهی نخواهی ترغیب انسان از زیشتی هست. حالا گاهی میشه این زیشتی جنگ باشه، میتونه چیزهای دیگر باشه. ما در هر اثر ادبی کم از کم با 3 گونه عاطفه روبرو هستیم: عاطفه فردی، عاطفه جمعی و عاطفه کلی. اگر شاعری آمد از زندگی بسیار خصوصی خود که برایش اهمیت داشت سخن گفت، واکنش کمتر و ضعیفتر مخاطب از خود نشان خواهد داد. پس این میشه عاطفه فردی. ولی اگر به موضوعی توجه کرد که برای مردم افغانستان اهمیت داشت یا مخاطبش مردم افغانستان بود، خب میشه
با واکنش جمع گسترده تر مواجه شود که از آن به نام عاطفه جمعی یاد میکنیم. ولی اگر سخن گفت که مخاطبش انسانهای جهان باشه، خب میشه عاطفه کلی. اینجاست که هدف ما از بیان این نکته چیست؟ یکی از چالش ها در افغانستان تفکر سنتی جامعه است به صورت عموم. حالا استثناء را به حساب این قاعده نمیگذاریم. آن این است که با خلق بعضی از گونه‌های هنری روی خوش نشان نمیدهند. در گونه‌های هنری هم مثل شعر که خلق میشه گاهی به شدت معنی‌گرا می باشند، با معناهای بعضی شعرها روی خوش نشان نمیده. در این میان گروه‌های افراطی واکنش جدی‌تر نسبت به معنی شعر دارند. اینها غافل از این نکته هستند که شعر را نمیشه معنی کنه. به مجرد که شما شعر را معنی کنیم به عنوان یک پدیده زیبایی، آن را ویران کردیم. حالا سخن بر سر این نیست که اصالت از آن معنی باشد یا از آن لفظ، ولی سخن بر سر این هست که ولو اگر ما بخوایم به معنی شعر توجه کنیم، ما به معنی بافت سخن یعنی روح سخن و کلیت سخن باید توجه کنیم. همینجاست که برای شاعر تعیین تکلیف میکنن، حتی بعضی شعرها را مردود میدانند. این یکی از چالش های سر راه تولید ادبی در افغانستان است. ولی در همینجا این نکته را هم یاد میکنیم که جای خوشی است که حکومت تعیین تکلیف نمیکنه از لحاظ ایدئولوژیک. مشکلی که ما داریم این است که بعضی از گروه‌های اجتماعی واکنش نشان بدن. البته در بعضی از کشورها حکومت‌ها هستند که تعیین تکلیف میکنن و تلاش دارن برای تولید ادبیات ایدئولوژیک. مصرف هنر کار ذوقی هم هست. اجازه دهید هر گونه هنری که تولید کننده هنر میخواد تولید کند. حالا جامعه به ذوق خود برمیگزیند، رد میکند. این جامعه است یا مخاطب است که تصمیم میگیرد که چی بخواهد و چی نخواهد. اگر گروه خاصی ذوق خاصی نسبت به اثر خاصی داشت، آیا این درست است که تعمیم بده و از همه مخاطبان بخواهد که دنبال رو و همین ذوق خاص باشد؟ این یکی از اشکال‌های کار در افغانستان است. فقط 1 دقیقه اگر فرصت داشته باشم. چالش دیگر نپرداختن سازمان‌های دولتی به مسئله هنر، ادبیات و شعر است. خیلی خوشحال هستم که وزارت دولت در امور صلح چنین برنامه‌های آراسته. تا ادبیات میگوییم و هنر یاد ما وزارت اطلاعات و فرهنگ میاد. تنها وزارت اطلاعات و فرهنگ متولی کار فرهنگی در کشور نیست. وزارت‌های مثل تحصیلات عالی، معارف، این وزارت دولت در امور صلح، حتی چندین وزارت دیگر به گونه غیر مستقیم با هنر و ادبیات میتونن سر و کار داشته باشند که باید با آراستن چنین برنامه‌های بپردازند. چرا؟ ما با روش‌های گوناگون باید زمینه ساز خلق بهینه هنر باشیم و این هم کافی نیست. ما وقتی به خلق بهینه دست پیدا میکنه که هنری که تولید میشه در درون جامعه به گردش در بیاره. حالا ما چگونه شعر را ببریم در درون توده، مردم را عادت بدهیم به مصرف هنر. هر قدر جامعه بیشتر هنر مصرف کند، تولید کنندگان بیشتر وسوسه میشن
برای تولید. وقتی تولید زیاد شد که یک کار کمی هست، خواهی نخواهی تولید کیفی هم در درونش رشد خواهد کرد. آخرین سخن این که بانوی فرزانه دکتر صاحب عالمه به شما یک خبر خوش که شاید هم اطلاع داشته باشید یا نه، امسال در نصاب درسی دانشکده ارتباطات و ژورنالیسم پوهنتون کابل مضمونی به نام صلح گنجانده شده. البته در این مورد باید بیشتر صحبت خواهیم کرد که چگونه میشه ارتباط بین این وزارت و آن دانشکده فشرده تر بشه، حتی برای کارهای عملی اینها هم چی تجربه های هست که میشه مبادله شه، دانشجویان چطور از داشته های این وزارت میشه استفاده کنن و چگونه این وزارت ما میتونیم به سهم خود از سوی دانشکده کمک میکنیم. تشکر میکنم از حوصله همه شما.